صبح خیر جوان ایرانی. صبحتون بخیر. خیلی خوش اومدید. صبح شده باشه بریم بیرون. درود بر شما، بنده اهورانیازی هستم کنار خانم مهسا کریمی هستم. بگم که چقدر انرژی مثبت تو سالنه، نه؟ بله. امروز قراره کلی خوش بگذره، کلی برنامه داریم. قراره که سخنرانی مدیران محترممون رو داشته باشیم. از محصولات جدید TCH قراره که رونمایی بشه و کلا راجع به برند TCH قراره که بیشتر بدونیم. جزئیات و واقعا بی‌نظیر بود. خیلی ممنون از توضیحاتتون. اما قبل از اون لطفاً اجازه بدید از عزیزانی که در بازارسازی برای به فروش رسوندن محصولات TCH به ما کمک کردن یه تشکری بکنیم. خانم کریمی، یکی از دلایل خیلی مهم موفقیت یک برند چیه؟ دو تا دلیل اساسی میتونه داشته باشه. وجود لیدر موفق و به همراه اون لیدر موفق یک تیم همدل. جناب آقای ابوالفضل حیدر. سخنرانی آقای حیدر عزیز رو شنیدیم. برند TCH همیشه دنبال نوآوری بوده، دنبال خلاقیت بوده. حالا ما میتونیم بیشتر راجع به مسیری که TCH قراره طی بکنه بدونیم. در واقع دیگه خدا نگهدار. مرسی از همه شما عزیزان که تشریف آوردین. خیلی خوشحال شدم که در خدمت شما بودم. مرسی. دم شما گرم. مرسی خانم مهسا.